بسم الله الرحمن الرحیم. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. السلام علیک یا ایتها الصدیقة الشهیده. مجلس به نامی مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برگزار شده. انشالله که بتونیم از فیوزات امشب و این مجلس استفاده ببریم. صلواتی ختم کنید. محمد و آل محمد. دیشب بحثی که داشتیم این بود که اسوه بودن فاطمه زهرا سلام الله علیها با توجه به علمی که دارند و عملی که دارند یک موضوع ثابت شده است. و عرض کردیم که تنها اگر به حدیثی که از پیامبر بزرگ نقل شده که فاطمه زهرا پاره تن من است و خشم او خشم خدا و خوشنودی او خوشنودی خداست، در واقع از اینجا میشه فهمید که فاطمه زهرا سلام الله علیها باید علم اینو داشته باشه که بدون خوشنودی خدا چیه، غضب خدا چیه، که و بر اساس اون بتونه عمل بکنه. و این نشون دهنده اینه که اون میتونه یه اسوه کامل بشه، نه تنها برای زنها بلکه برای تمامی انسانها، چون اعمالی که از ایشون هست برای همه انسانها میتونه الگو باشه. ولی اسوه بودن به خودی خود برای ما راه رو مشخص میکنه و تکلیف ما رو یه خورده سنگین‌تر میکنه که اسممان رو گذاشتیم شیعه و میخواییم که دنبال روی اینها باشیم. یه مثال فیزیکی خدمتتون عرض کنم. شما یه آهنربا رو در نظر بگیرید، فقط آهنه که به این جذب میشه. شما مثلا یه تیکه مس بذارید اونجا، آهنربا هر چقدرم ببرید پیش آهنربا جذب نمیشه. چرا؟ چون سنخیتی بین آهنربا و اون وجود نداره. این قانون خداست دیگه، اینجوری گذاشته که باید یه سنخیتی باشه تا این جذب کنه. اون میدان مغناطیسی که آهنربا داره هست، ولی تنها اون اشیایی جذب آهنربا میشن که آهن باشن دیگه. تو عالم معنویت هم میشه گفت همین قانون برقراره. شما ارواح طیبه انبیا و اولیا رو که در نظر میگیرید، ممکنه کسی حتی از نظر فیزیکی پیش ایشون باشه ولی جذب نشه، و ممکنه کسی خیلی دور باشه ولی جذب بشه. پس برای اینکه بتونه آدم جذب این ارواح مقدسه بشه، یعنی از نظر روحی بتونه خودشو در جهت اینها قرار بده، جذب اونها بشه، باید سنخیت با اونها داشته باشه. و این سنخیت داشتن خیلی مهمه. اگه این شرط برقرار نشه، اون جذبیت فایده نداره دیگه، نمیگیره آدم رو. جاذبه انبیا و اولیا و ائمه نه تنها برای انسانها، تو قرآن میخونیم که میفرماید برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای عالمین رحمت، یعنی اشعه حضرت، اون تلألؤ وجودشون برای تمام عالمه. ولی کیا جذبش میشند؟ اونایی که سنخیت پیدا کنن، اونایی که ایمان میارن، اونا جذبش میشن. حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها اسوه است، هیچ حرفی هم توش نیست. کیا میتونن جذبش بشند؟ اونایی که سنخیت داشته باشن با اون.
شما خب آیات قرآن رو هممون خدا رو شکر خوندیم و شنیدیم. دیدید که فرض کنید مثلا توی سوره واقعه که میخواد احوال 3 دسته رو مشخص میکنه و تعریف میکنه، از سابقون، اصحاب میمنه و اصحاب مشأمه، وقتی میاد اینا رو تعریف میکنه فعل مضارع به کار میبره برای مؤمنین. میفرماید که مثلا اینایی که سابقون و سابقون هستن کسانی هستن این کارا رو میکنند، نمیفرماید میکردند. فعل مضارع نشون دهنده استمرار دیگه. پس از اینجا معلوم میشه که این افراد یک نوعی سنخیت پیدا کردن. سنخیت به این معنی میشه که آدم یه دفعه نپره بالا، یه دفعه نبره بالا، بلکه یه حالت پایداری داشته باشه. اون وقت میشه تعریفش کرد که این کجاست. خب پس ما هم اگر میخواهیم که از وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها درس بگیریم و جذبش بگیم، باید خودمون همسنخش کنیم. همسنخ کردنش هم اینه که خب نگاه کنیم به اعمالشون، به رفتارشون و سعی کنیم که اونجوری باشیم، نه تنها در ظاهر بلکه از ته دل به اون طرف بریم. من خودم عرض میکنم مثل من مثل اون تکه آهنه که روش گرد و خاک و آتشخال گرفته، ولی باز هم آهنربا چون بالاخره اون اصلش آهن بوده یک کمی جذبش میکنه دیگه. حالا جذبش خیلی زیاد نیست. آدم وقتی گناه میکنه، کار بدی میکنه که در جهت اینها نیست، در جهت کارهایی که ائمه گفتن، در جهت کارهایی که خداوند گفته نیست، در واقع انگار روی اون آهنش، روی دلش یه گرد و غباری میگیره که دیگه این آهنربا کمتر جذبش میکنه، دیگه کمتر تأثیر میگیره از اون میدان مغناطیسی. شماها که امشب اینجا اومدید خوش به حالتون، بالاخره این آهنربا شما رو جذب کرده آورده اینجا، یعنی معلومه که یه چیزی بوده که اومدید. هدف فقط اینجا الان اینه که یک کمی بیشتر صیقل بدیم خودمونو. انشالله که خدا کمک کنه از این مجالس این درس‌ها رو بگیریم که یه خورده بیشتر دلمون رو صیقل بدیم تا اینکه بتونیم نورشون بیشتر ما رو بگیره و مطمئن باشیم که اگر دلمون رو ما صیقل بدیم تمیز بشه، مثل آینه بشه، نور اونها رو منعکس میکنه. یعنی اون وقت مردم در اعمال و رفتار ما، در صحبت ما، در افکار ما اونها رو میبینند. چرا که دیگه من خودم نیستم، بلکه دارم اون نور رو منعکس میکنم. من فقط چند نمونه از سیره عملی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، برای اینکه نمیتونیم به همه ابعادشون بپردازیم، فقط چند نمونه رو همینجوری انتخاب کردم بدون اینکه یک به اصطلاح اولویت خاصی توی دسته‌بندیش هم باشه. چون واقعا میشه گفت که ساعت به ساعت زندگی حضرت فاطمه زهرا با اینکه عمرشون کوتاه بوده ولی همش درسه. آدم همش وقتی نگاه میکنه درس‌های عمیقی هست که میتونه کمک کنه به انسان که از این موقعیتی که الان هست انشالله بتونه بالاتر بره. از همون ازدواج حضرت شما در نظر بگیرید، شنیدید که وقتی که خواستگار اومد برای حضرت، چند نفر بودن که ثروت هم داشتن، مال و ثروت زیادی داشتن. نوشتن مثلا یکیشون گفت که یا رسول الله اگر فاطمه رو به من بدید من مثلا 100 تا شتر میدم بهت که بارشون هم بار منم پارچه مثلا اعلای مصری باشه. شما باز اون زمان رو در نظر بگیری، زمان جاهلیت بوده دیگه، تازه اسلام اومده. زمانی بوده که دختر رو زنده به گور میکردن. پیامبر خدا میفرماید که من برم با فاطمه صحبت کنم. میخواد ببینه نظرش چیه، با اینکه پیامبر خداست، با اینکه پدرشه، ولی میخواد نظرش رو بدونه.
میاد پیش فاطمه زهرا؟ نه، جواب نه است. من به خاطر مال و ثروت و اینها. تا حضرت علی میاد، خب میگن که پیامبر میفرمایند که چی داری؟ میگه یک زره دارم، یه سپرم هست و یه تنپوشم، همین دیگه، چیزی دیگه نیست. بعد از اینکه رضایت فاطمه معلوم میشه، حضرت میفرمایند خب برو مثلا این زره تو بفروش، یه چیزی بگیر بیار و دیگه مراسم برگزار بشه. خیلی ساده، یعنی محوری که فاطمه زهرا سلام الله علیها تصمیم میگیره بر اساس اون مال دنیا نیست، سودی که برای من داره نیست، رضای خداست. بعد عروس شده این خانم، یه لباس نوعی پوشیده داره میره خونه بخت. محتاجی میاد و میگه که من فقیرم، چیزی ندارم. حضرت یه لباس خب معمولی خودشون بوده دیگه، لباس کهنه‌ای داشتند، نمیان اونو ببخشن به فقیر که دیگه حالا من امشب شب عروسیمه، آرزو دارم فلانه، این لباس نو رو بذار خودم بپوشم. نه، عوض میکنند، لباس نو رو میدن به فقیر، اون لباس کهنه رو خودشون میپوشن. ایثار و خودگذشتگی دیگه شاید بگیم در پیش فاطمه زهرا باید گردن خم کنه. سوره هل اتی، سوره انسان، شأن نزولش برای فاطمه زهراست دیگه. 3 روز روزه میگیرند بنا به حالا نذری که داشتند، میخوان افطار کنند، فقیری میاد در میزنه، میدم بهش. روز دوم میخوان افطار کنند، مسکینی میاد در میزنه، یتیمی، اسیری، همینجوری 3 روز پشت سر هم افطارشونو میدن. بعد آیه صریح قرآنه که میفرماید اینا میگن که آقا ما که این غذامونو به شما دادیم، انما نطعمکم لوجه الله، برای وجه خدا دادیم، از شما هیچ تشکری نمیخوایم، اصلا نمیخوایم که شما بگید متشکرم. این یه خصوصیت خیلی بزرگیه که انسان بتونه به یه مقامی برسه که کار رو برای رضای خدا بکنه. بعضی وقتا ما میخوایم یه کاری رو انجام بدیم، اول میسنجیم این به نفع ما هست یا نیست، چی داره برای ما. اگه ببینیم اون چیزی نداره، خب خیلی دیگه راغبش نیستیم دیگه انجام بدیم. در حالی که ملاک فاطمه زهرا سلام الله علیها اینه که آیا خدا راضیه از این کار یا نه، مهم نیست نتیجهش چی باشه. و این خیلی خیلی مطلب مهمیه که انسان منتظر نتیجه نباشه، بلکه کاری که درسته رو انجام بده. ما همینو میبینیم فاطمه زهرا سلام الله علیها در آخرین روزهای عمر خودشون هم دارن انجام میدن. بعد از داستان سقیفه که خب حق حضرت علی پایمال میشه، شبها فاطمه زهرا سوار بر اسب حضرت علی میبرن دم خونه انصار و مهاجر. حضرت حقانیتشو میگن، خب اینا قبول نمیکنن، میگن اگه زود اومده بودی ما با تو بیعت میکردیم، ما نمیدونستیم که، ما بیعت کردیم دیگه رفت. فاطمه زهرا با اینکه میدونه که اینها نمیخوان بیان، ولی باز ادامه میده. چرا؟ چون میگه این کاریه که درسته، اینا باید، اگه من نمیتونم حق رو به جاش بنشونم، حداقل اینه که اینا رو آگاه میکنم، حداقلش اینه که حجت رو بر اینها تمام میکنم. یعنی کار رو برای رضای خدا انجام میده. میاد خونه مادر، خونه شوهر، بچه دار میشه. اون نحوه تربیتی که فاطمه زهرا برای بچه هاشون عمل کردند باز خیلی شنیدنیه. مثلا فرض کنید ما مادرها لالایی میخونن دیگه برای بچه ها که بخوابن. لالایی که فاطمه زهرا برای امام حسن میخونه چیه؟ میفرماید که حسن جانم، چونان
پدرت علی باش و بند از پای حق برگیر. خدایی را که بخشنده نعمت هاست بندگی کن و با خطاکاران دوستی منما. بچه است، داره به بچه لالایی میخونه ولی داره بهش درس یاد میده. رعایت مساوات بین بچه ها. خب ما هم اکثرا خب پدر شدیم، بچه داشتیم. میبینید بعضی وقتا سخته دیگه. مثلا یه بچه یه کاری میکنه، شما میخواید تشویقش کنید، اون یکی این کارو نکرده، دلش مثلا میشکنه. فاطمه زهرا چجوری عمل میکرد بین بچه ها؟ نوشتن که یه روزی امام حسن و امام حسین یه خطی نوشتند، بعد آوردن پیش مادر که کدوم یکیمون بهتر نوشتیم، به ما مثلا بگو، قضاوت کن و بگو. فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیخواست قلب اینا رو بشکنه، گفت ببرید پیش باباتون حضرت علی ببینید که اون چی میگه. رفتن و ایشون هم باز نمیخواست که دلشون رو بشکنه، گفت ببرید پیش حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بردن اونجا، حضرت فرمودن که ببرید پیش مادرتون بهتر میتونه بگه. برگشتم پیش مادر که مادر همه گفتم بیام دوباره پیش شما بگو که کدوم یکیمون بهتر نوشته. خب اینجا حضرت چجوری میخواد بچه ها رو که دلشون هیچ کدومش نشکنه؟ میفرمایند که من یه گردنبندی گردنم هست، یه منجقهایی داره به قول ما، اینو باز میکنم اینجوری میندازم، هر کس تونست منجقای بیشتری رو جمع بکنه خط اون خوبه. یعنی نمیخواد بچه به قول امروزی ها عقده‌ای بار بیاد، نمیخواد بگه که بچه مثلا به این احترام بکن، چون الان روانشناسی کودک اینو نشون میده، اونایی که بزرگ میشن مشکل دارن برمیگردن به کودکیشون میبینن محبت نشده بهشون. تو حدیث کسا فاطمه زهرا سلام الله علیها بچه هاشو چجوری صدا میکنه؟ نمیگه پسرم، میگه ثمرة فؤادی، میوه دلم، قرة عینی، نور چشمم. بچه رو وقتی صدا میکنی میگه اینجوری صداش بکن. آیا ما رعایت میکنیم؟ در رابطه با زندگی زناشوییشون با حضرت علی علیه السلام، عشق و رابطه و تفاهم و محبتی که بین فاطمه زهرا و حضرت علی بوده واقعا از اون روابط عاطفی خیلی خیلی محکم. نقل شده که فاطمه زهرا سلام الله علیها خطاب به حضرت علی می‌فرمودن روحی لروح کالفدا و نفسی لنفس کالوقا یا ابوالحسن. اصلا اکثرا با کنیه‌شون صدا می‌کردن دیگه، ابوالحسن دیگه، بعضی وقتا پسرعمو، ابن عم. احترامی که براشون قائل بودن، تفاهمی که بینشون بوده. از حضرت علی علیه السلام نقل است که می‌فرماید به خدا سوگند در سراسر زندگی مشترک با فاطمه تا آنگاه که خدای عزیز و جلیل او را قبض روح فرمود هرگز او را خشمگین نساختم و بر هیچ کاری او را اکراه و اجبار نکردم و او نیز مرا هرگز خشمگین نساخت و نافرمانی من نکرد. چه تفاهمی بالاتر از این بین یه زن و شوهر میتونه باشه؟ حضرت می‌فرماید که هر وقت به صورت فاطمه نگاه می‌کردم رنج‌ها و اندوه‌هایم برطرف می‌شد. پرهیز کردن از تقاضایی که نامقدوره. باز حدیث داریم خیلی که
حضرت علی میان خونه، میگن فاطمه غذایی داری فلان، میگه که ظاهرا مسافرت بودم، برمیگردم میگه که نه غذا نداریم، 3 روزه که خیلی غذای گرمی نداشتیم. بعد میگن خب بس چرا نگفتی؟ خب قبلا میگفتی من تهیه میکردم. میگفت پیامبر خدا به من گفتن که دخترم اگر میترسی که شوهرت نتونه اینو تأمین کنه ازش نخواه. اینقدر قناعت داشتن. ساده زیستی دیگه، اونایی که خدا قسمتشون شده رفتن دیدن اونجا خونه ای رو که حالا آثار خیلی کمی ازش مونده، اونا رو هم دارن خرابش میکنن. اینها خدا چیکارشون کنه؟ ولی خب خونه ای بوده که به مسجد باز میشد دیگه درش. خونه ای ساده، چیزی توش نبوده. و وقتی که پیامبر خدا میان و میبینن که فاطمه زهرا داره یه دستش بچه‌شو میخوابونه، با یه دستش داره آسیا رو میگردونه که گندم آرد بکنه، میفرمایند که دخترم صبر کن به این سختی های دنیا، چون این تو رو میسازه، تو دختر پیامبری. و ایشون اینجوری زندگی، حالا اون به اصطلاح از بعد مادیشو بگیم، خیلی ساده، خیلی با قناعت زندگی میکردند. از باب عبادت دیگه اصلا این که میگن گفتن زهرا، یه دلیلش این بوده که میدرخشیده وقتی تو محراب عبادت میرفته. حضرت خطبه‌ای دارن وقتی که رفتن تو مسجد که معروف به خطبه فدکه، که اونجا در واقع حقشون رو اعلام بکنن و این بدعتی که گذاشته بودن و ناحقی که انجام شده بود جلو اونو بگیرن. خطبه خوندن توی مسجد. در اوایل اون خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها فلسفه اعمال رو اونجا توضیح میدن. مثلا میفرمایند که خداوند ایمان رو گذاشته که انسانها رو از شرک پاک بکنه. نماز رو واجب کرده به خاطر اینکه انسانها از تکبر و خودبینی جدا بشن. و همینجوری میشمارن. روزه برای صبر، حج برای چیه، امامت برای نظم در جامعه است، جهاد برای چیه، قصاص برای چیه. من فقط جمله نمازشون رو میخوام یه خورده با هم فکر کنیم. میفرمایند نماز برای پاک شدن شما از تکبره. انسان وقتی به دنیا میاد با عشق به خودش به دنیا میاد. همه ما خودمون رو دوست داریم. بچه هم که میاد به دنیا میاد اصلا با همین خدا اینجوری میآفرینه. در واقع بچه که مادرش رو دوست داره به خاطر این نیست که خب اونو حالا میشناسه، میدونه چه زحمت‌هایی میکشه، نه، به خاطر اینکه شیر ازش میاد، میشناسه، یعنی در واقع خودش رو دوست داره. خب حالا ما اگر به یه مراحل بالاتری برسیم باید از این خود دوست داشتن جدا بشیم و بیایم یه مرتبه بالاتر تا بتونیم دیگران رو دوست داشته باشیم. بعد یه مرتبه بالاتر تا بتونیم خدا رو دوست داشته باشیم، فقط به خاطر رضای خدا باشه. باز آیه قرآنه که میفرماید مؤمنین کسانی هستند که شدت محبتشون برای خداست. دیگران رو دوست دارن، اهل بیتشون رو دوست دارن، ولی محبت شدیدترین محبتشون برای خداست. چجوری میشه این آدم برسه به اینجا؟ این که از خودش کم کم دور بشه، از اون تکبری که هست، از اون خودخواهی که هست دور بشه. و فاطمه زهرا میفرمایند نماز علاج اینه. و شنیدید که از امام حسن حدیث هست که میفرمایند شبهای جمعه میدیدم که مادرم تا صبح نماز میخونن، رکوع، سجده، نماز. و اون وقت دعا هم که میکنند همسایه ها رو دعا میکنند. بعد میگه پرسیدم که مادر بس خودمون چی، خودت چی؟ فرمودن که اول همسایه ها، بعدن خودمون. همسایه ها کیا بودن؟ همونایی بودن که حقش رو حضرت علی رو
نیومدن بگن که آقا بله این بوده، حدیث قدیر رو ما شنیدیم بودیم، ولی فاطمه زهرا برای همه اونها دعا میکرد که خدای بهشون آگاهی بده، خدای ببخششون. این تنها از وجودی میتونه بیاد که تونسته خودشو بسازه. انشالله که ما هم بتونیم از راهنمودها، از سیره عملی، از احادیث، از گفتارهای ائمه و به خصوص فاطمه زهرا سلام الله علیها که امشب به مناسبت بنامی او این مجلس برقرار شده، انشالله بتونیم استفاده ببریم و بتونیم خودمون رو در اون مسیر انشالله قرار بدیم. نوشتن که محبت فاطمه زهرا به حضرت علی تا جایی بود که حتی در حالت احتضارم که بودن حضرت گریه می کردن. بعد حضرت علی فرمودن برای چی گریه می کنی؟ گفت که برای مشکلاتی که بعداً برای تو به وجود میاد دارم گریه می کنم. ناموس دردهای علی بودی و چو اشک پنهان نمود غیرت شیر خدا تو را. دفن شبانه تو که با خواهش تو بود فریاد روشنی است ز چندین جفا تو را. چرا فرمود که منو شبانه دفن کنید؟ یک عمر در گلوی تو بغض استخوان شکست، در سایه داشت گرچه علی چون هما تو را. و این جمله را بگم و زحمتم تموم. دادند در بهای فدک آخر ای دریغ. فدک گرفتند، بهاشو میدونی چی دادند؟ دادند در بهای فدک آخر ای دریغ. گلخانه‌ای به گستره کربلا تو را. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب